آقای مهریار مهرآفرین، نظرهای اسفندیار یادینه به نظر شما منطقی نیست که میگویند که مثلا با گذاشتن به خط پرسی 10 میلیون، حدود 10 میلیون اهالی تاجیکستان با یک جهان بزرگی فارسی زبانان میپیوندند؟ من نمیدونم این منابع علمی که جناب اسفندیار میگه، منابع علمی که هست که الان ایران به هر حال طلایه‌دار این هست با قریب 80 میلیون، منابع علمی کجاست و چرا این به هر حال یک برنامه ریزی که اینها کردن چرا اینقدر علم ستیز هستن و چرا اینقدر دهشت دارن از اون پارسی پوره، از اون پارسی که واقعا چیستی و کیستی به نمایش داده میشه. شما تصور بکنید این پشت سر من کتاب‌های ذبیح الله صفا هست، این در زمان شاه هم بوده. وقتی که نگاه به این کتاب‌های ذبیح الله صفا میکنید که اکثر دانشگاه، این کتاب سرتاسر وحشت و بدبختی هست. زمان اومده ازمنه عربی بسته است، یعنی جمع عربی بسته است. ما هر طرف که نگاه میکنیم ره زین شب تاریک به روز نخواهیم برد. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در زمان همین روسیه که به هر حال در زمان شوروی یک فیلم ساخته میشه به نام رستم و سهراب. من با همه گرامشی که برای خاندان پهلوی دارم، در طول 50 سال خاندان پهلوی هرگز فیلم اینچنینی ساخته نشد. این 100 میلیون یا 80 میلیونی که هستن، ببینیم خب با خط فارسی و با زبان فارسی در ایران چه کار کردن، چی ساختن برای ایران. یا جعفر طیار ساختن. دلیل های شما بیشتر سیاسی هستند نه علمی؟ اصلا این قضیه مبنای برگردوندن تاجیکستان خط کریلیک به فارسی یعنی برگردوندن امروز تاجیکستان به جمهوری اسلامی و این نبودن پیشوند جمهوری اسلامی برای تاجیکستان امروز، برای بسیاری به گفته امروز فارسی زبانان دردناکه، اونها منافعی رو در این قضیه دارن. اما یعنی تنها شما دلیل های سیاسی را در اینجا در میان میگذارید نه دلیل های علمی. ببین دوست عزیز نگاه کن، ما یک چیز ما میگیم، این کتابی که من به شما میگم بلندترین قصیده تاریخ ادبیات ایرانی که هیچ واژه پارسی غیر پارسی در اون نیست. من پارسی رو پالایش دادم. وقتی که من به زبان پارسی سخن میگم اینا فکر میکنم من به انگلیسی دارم سخن میگم. اینها به زبانی میگن پارسی که در اون بشه مردم رو گریه کرد، در اون بشه از طفلان یتیم و مسلم و علی اصغر و طفل 6 ماهه سخن گفت. ما تازه 3 چیز رو بایستی در نظر بگیریم: فارسی چیست، پارسی چیست و پارسایی کدام است. سپاس از شما.